سلام رفقای عزیز تابدان، حالتون چطوره؟ تحصیل در بهترین دانشگاه‌های جهان و دانشگاه‌های دارای رنک در رنکینگ جهانی یکی از اهداف انسان‌های بزرگ و با دانشه. از جمله مزیت‌های برجسته تحصیل در دانشگاه‌های برتر جهان اینه که هم آموزش با کیفیت می‌بینیم، هم زیر نظر اساتید بزرگ دنیا تحصیل می‌کنیم و هم یه مدرک با اعتبار بالای جهانی داریم که نیازی نیست دیگه بذاری دم کوزه و آبشا بخوری. توی این ویدیو 10 تا از برترین دانشگاه جهان رو بهتون معرفی میکنم، پس لطفا کانال منو سابسکرایب و ویدیو منو لایک کنید تا با حمایتتون از من بتونم ویدیوهای بیشتری براتون بسازم. شماره 10، دانشگاه شیکاگو. این دانشگاه یکی از معتبرترین دانشگاه در ایالات متحده به حساب میاد. این دانشگاه در حال حاضر 7011 دانشجو مقطع لیسانس و 10459 دانشجو مقطع تحصیلات تکمیلی داره. داشتن رزومه تحصیلی مناسب و ریزنمرات خوب در دوران دبیرستان از جمله شرایطیه که برای رفتن به این دانشگاه جذاب نیاز دارید. این دانشگاه فقط دانشجوهایی رو میپذیره که سطح بالایی از مهارت زبان انگلیسی رو دارن. مقدار شهریه سالیانه تقریبی در این دانشگاه حدود $59,000. شماره 9، کالج دانشگاهی لندن یا UCL. این دانشگاه یکی از برترین دانشگاه در بریتانیا است که در حال حاضر 48168 نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی داره. برای پذیرش شدن توی این دانشگاه به علاوه اینکه رزومه تحصیلی خوبی رو باید داشته باشید، باید در آزمون ورودی این دانشگاه که UCAS نام داره شرکت کنید. به علاوه اینا متقاضیان بین المللی برای اثبات مهارت انگلیسی باید مدرک آیلتس یا تافل رو به دانشگاه ارائه بدن. تقریبا مقدار شهریه مقطع کارشناسی این دانشگاه از $24,000 تا $35,000 میرسه. شماره 8، دانشگاه صنعتی زوریخ یا ETH. این دانشگاه معتبر سوئیسی بسیار زیباه. متقاضیان بین المللی برای تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی زوریخ موظفند که در امتحان تکمیلی ECUS شرکت کنند. همچنین توی این دانشگاه برنامه‌های تحصیلی به زبان مختلف آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و انگلیسی ارائه میشه. ولی داشتن مدرک تافل و آیلتس در این دانشگاه هم اجباریه. شهریه هر ترم در مقطع کارشناسی 720 فرانکه، اما دانشجویان خارجی باید 500 فرانک بیشتر پول پرداخت کنند. شماره 7، کالج سلطنتی لندن. این دانشگاه معروف انگلستان در حال حاضر 17,000 دانشجو، 8,000 کارمند و از 125 کشور مختلف دنیا دانشجو داره. برای تحصیل در کالج لندن باید دیپلمی با معدل 18 به بالا داشته باشید و تونسته باشید در کنکور سراسری کشورتون رتبه عالی آورده باشید. همچنین در رشته‌های پزشکی متقاضیان باید در آزمون BMAT و برای تحصیل در رشته ریاضی در آزمون MAT شرکت کنند و زبان انگلیسی هم باید مثل بلبل بلد باشید. شماره 6، مؤسسه فناوری کالیفرنیا. این دانشگاه آمریکایی یکی از پایین‌ترین نسبت دانشجو به استاد رو داره. به ازای هر 3 دانشجو یه استاد در حال تدریسه. همچنین سالانه 938 دانشجوی کارشناسی و 1299 دانشجوی تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه درس میخونن. متقاضیان برای تحصیل در این دانشگاه باید سابقه تحصیلی مناسبی داشته باشند و یکی از 2 آزمون SAT و یا CAT رو قبول شده باشند. شهریه تقریبی این دانشگاه $56,000. شماره 5، دانشگاه هاروارد. یکی دیگه از دانشگاه‌های معتبر آمریکا. تعداد دانشجوهای بین المللی در هاروارد 9977 نفرند که از 160 کشور مختلف دنیا توی این دانشگاه تحصیل میکنن. برای تحصیل در دانشگاه هاروارد باید یکی از آزمون‌های SAT یا ACT رو قبول شده باشید و یه مدرک زبان انگلیسی درجه 1 داشته باشید.
شماره 4 دانشگاه کامبریج. این دانشگاه که در انگلستان قرار داره 25000 دانشجو داره. از اونجا که زبان تحصیلی در این دانشگاه انگلیسیه، پس ارائه مدرک زبان انگلیسی برای تحصیل توی این کشور ضروریه و باید آیلتس یا تافل رو حتما داشته باشید. شماره 3 دانشگاه استنفورد آمریکا. تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی در این دانشگاه حدود 8000 نفرند و به ازای هر 5 دانشجو یک استاد وجود داره. متقاضیان برای اخذ پذیرش در این دانشگاه باید معدل و رزومه خیلی خوبی داشته باشند. دانشجویان مقطع کارشناسی استنفورد باید حتما یک سال تحصیل در کالج زبان این دانشگاه درس بخونند. شهریه هر ترم در این دانشگاه تقریبا 19000 دلاره. شماره 2 دانشگاه آکسفورد. این دانشگاه معتبر در کشور انگلستان بیش از 24000 دانشجو داره که 45% از اونا از 160 کشور جهان هستند. آزمون‌های پذیرش که دانشگاه آکسفورد توسط کمیته ارزیابی کامبریج CAAT اجرا میشه. داشتن مدرک زبان انگلیسی معتبر برای رفتن به این دانشگاه الزامیه. هزینه سالانه تقریبی در این دانشگاه حدود 35000 دلاره. و در آخر شماره 1 مؤسسه فناوری ماساچوست MIT. این دانشگاه که یک دانشگاه خصوصی در آمریکا به حساب میاد، حدود 450 دانشجو در مقطع کارشناسی و 2800 دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی داره. همچنین توی این دانشگاه به ازای هر 4 دانشجو یک استاد وجود داره. از اونجا که زبان تحصیلی این دانشگاه انگلیسیه، متقاضیان باید مهارت خودشون رو در زبان انگلیسی ثابت کنن. متوسط شهریه سالانه مورد نیاز در ماساچوست حدود 56000 دلاره. البته اینم بگم در بین کشورها بیشترین سهم رو در بین 100 دانشگاه برتر کشورهای مثل آمریکا با 34 دانشگاه، بریتانیا با 10 دانشگاه، آلمان با 9 دانشگاه، استرالیا با 7، چین با 7، هلند با 7، هنگ کنگ با 5، کانادا با 4، سوئیس با 4، فرانسه با 4، کره جنوبی با 3، ژاپن با 2 و سنگاپور با 2 دانشگاه دارند. مرسی از شما رفقای عزیزم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید و ممنون میشم کانال منو سابسکرایب و ویدیو منو لایک کنید. تا یه ویدیو و یه تاپدان دیگه، خدا نگهدار رفقای عزیزم.